درود، به روشی خوش اومدید. در صورتی که به دنبال بزرگتر کردن فونت و دبیره گوشی سامسونگتون هستید یا میخواید اون رو خانه‌تر کنید، میتونید در این آموزش با روشی که همراه باشید. برای بزرگ کردن فونت و دبیره گوشی سامسونگ خودتون نخست باید به بخش ستینگز یا تنظیمات برید. برای این کار میتونید لبه بالای نمایشگر رو یک بار به پایین رو کنید، سپس در بالا سمت چپ یا سمت راست نمادچه چرخ‌دنده رو حذف کنید. اکنون بخش ستینگز رو کمی به پایین پیمایش کنید و گزینه صفحه نمایش یا دیسپلی رو تپ کنید. در اینجا بخش صفحه نمایش یا دیسپلی رو هم کمی به پایین پیمایش کنید و گزینه سبک و اندازه فونت یا فونت سایز اند استایل رو حذف کنید. در پایین بخش باز شده در زیر عنوان اندازه فونت یا فونت سایز یه میله سرنده داریم که میتونیم با به چپ و راست کشیدن دایره سیاه رنگ روش اندازه فونت گوشی سامسونگ خودمون رو بزرگ یا کوچیک کنیم. برای نمونه همطور که میبینید در اینجا که زبان گوشی ما فارسی هست، با به سمت چپ کشیدن این دایره میتونیم اندازه فونت رو بزرگ کنیم و با به سمت راست کشیدنش اندازه فونت رو کوچیک کنیم. در صورتی هم که در پی درست کردن اندازه فونت و دبیره گوشی سامسونگ خودتون هستید، میتونید با زدن چفت روبروی گزینه بولد فونت یا فونت برجسته فونت گوشی سامسونگ خودتون رو درست کنید. همونطور که میبینید در بالا در نمونه نوشته نمایش داده شده، تغییراتی رو که ما انجام دادیم نمایش میده. در اینجا اگر به منوها و نامگاه پیشین برگردیم، همونطور که میبینید نوشته ها بزرگ و درست شده. سپاس از اینکه در این آموزش با روشته یک همراه بودید.